اسلام یک دین کامل و همه جانبه است از جانب الله تبارک و تعالی که اوج کمال حکمت را داره و کمال شجاعت را داره و کمال مهربانی را داره و کمال علم را داره. دقت کنید، یعنی احکام اسلام از جانب الله آمده، همه ای صفاتی که الله متعال داره در امی منظومه کلی اسلام وجود داره. همه ایشان با اینمی کلیتش باید گرفته شود و به اونمو تعبیری که رسول الله صلی الله علیه و سلم کردن و به اونمو راهکاری که صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم به او چی کردن، به او عمل کردن. پس گزینه‌ای از احکام اسلام انتخاب کردن دقیق نیست، درست نیست و نوع پیروی از هوای نفس است. نوع پیروی از هوای نفس است. انسان های تفریطی چی میکنن؟ اما احکام که میگن خیلی خوب است، اسلام گفته که شما مثلا با اهل کتاب به نیکوترین شیوه برخورد بکنید. بله اسلام میگه با گفتم ما منکر از این نیستیم. در کدام مرحله، در کجا، با چی کسی، این رو باید تفصیل بدیم. نه بله وقتی با یک کافری که با ما در حال جنگ نباشه، اسلام چی میگه؟ لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. اوج عدالت اسلام در اینجا هست، در مقابل یک نفری که با مسلمان ها مخالفت اعتقادی داره. اوج تسامح اسلام داره. تنها نمیگه که او را غرض نگیرین. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم. در امر دین با شما جنگ نکرده، شما را از زمین دار اخراج نکرده، چی کنین با او؟ تنها بان زندگی بکنن؟ نه. الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم ان تبروهم، با او احسان بکنین و تقسطوا الیهم، یعنی عدالت خو کاملا در حقش رعایت بکنی از هر لحاظ. لفظ عدالت یک لفظ عام است، از لحاظ گپ زدن حتی به عدالت بر خود رعایت بکنی. بر و احسان چی را میگه؟ که از حقش اضافه برش بیتی. شما خوب دقت بکنین، این اوج عدالت و تسامح اسلام، حتی از عدالت بالاتر. عدالت هم است که مثلا یک کافر مستحق 10 پس برش 10 بدی. اسلام میگه با او احسان بکو، برش 12 بدی. دقت کردین؟ با کافر است، اما قدر اسلام چی داره؟ یعنی اسلام از عدالت هم بالاتر با او برخورد میکنه. عدالت خوب بکو از حقش اضافه باید برش بده. دقت کردین؟ اما وقتی که او کافری که باز با تو این معامله را نداره، با تو در حال جنگ است، بله باز با او بجنگ دیگه، باز با او به اصطلاح مردم عام باز دیگه الوا بخش نمیشه. وقتی که تو را کشت بکشش. در اسلام این حکم وجود داره. خوب دقت بکنین، در اسلام این حکم وجود داره که با کافر چی بکنین؟ ان تبروهم و تقسطوا الیهم. دقیقاً این حکم وجود داره. در اسلام این حکم وجود داره که فضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، گردنشان دین و توتشان کنین. این کجاست؟ این کجاست؟ جای شناخته شود. متوجه ما چی میکنیم؟ یک تنهایی رو میگیریم، این دیگه نادیده میگیریم، یک دیگه تنهایی رو میگیریم، نادیده میگیریم. این سرچپه هست. کسانی که تفرید میکنن تنهایی حکم رو میگیرن. متوجه شدین؟ این کاملا رد میکنن. کسانی که فقط میگن تنهایی حکم میگیرن، این دیگه روزی کافر است، حربی نیست دیگه. دیگه چرا؟ نه دیگه که کافر حربی هم نیست، خدیمش. اینی پیروی از هوای نفس است. متوجه شدین؟ اینی پیروی از هوای نفس است. تو مطابق آنچه الله گفته باید عمل بکنی. در جایی که الله گفته بزنش دیگه. در جایی که الله گفته کاتش تسامح کو، باید تسامح بکنی. اگر نمیتونه یک نفر حتی با کافر نیکی و احسان بکنه، کافر غیر حربی، خلاف حکم الله عمل کرده، پیروی از هوای نفس خود کرده. و اگر یک نفر تفرید میکنه برای پیروی از هوای نفس، جهاد با کافر حربی کرده نمیتونه، این همه تفرید است. متوجه شدین؟ دوباره تکرار میکنم، یک نفری که با کافر متجاوز حربی جهاد نمیکنه تفرید میکنه، ولو مواست. یک نفری که با کافر غیر حربی احسان و عدالت و نیکی نمیتونه، این هم افراط است. او تفرید است، این افراط. دقت کردین؟ پس چرا انسان ها ضرورت دارن به مراحل خاص تربیتی ایمانی؟ به خاطری که اینی نکات درک کنن و خود را قناعت داده بتونن که اینا را عملا رعایت بکنن.